ташхиси бакорат албатта пас мезанад шаъну шарафи духтару духтари тоҷикро. Агар мисол ҳамон марде ки бо ҳамон зан хонадор шудани аст боварӣ надошта бошад, маҷбур нашавад ки онро барад. این دختر درباره مسئله حرف میزند که در چند سال اخیر به موضوع داغ تبدیل یافته است. تشخیص بکارت پیش از ازدواج. در پی حادثه های از همپاشی عائله ها و حتی خودکشی دختران جوان، برخی ها میگویند این تشخیص مسئله را نه حل بلکه پیچیده تر میکند. البته این تحقیر است، تعقیب است، تعبیز است نسبت دخترها. از این رو در عصر 21 این خیلی مسئله گذاری کردن که این همین نشانه اخلاق است. این خودش علاقه به اخلاق است. بحث بکارت در جامعه تاجیکستان بعد از فاجعه پرسر و صدا و مرگبار رجبی خورشید، عروس در ناحیه واسه که بعد از بحث پاکدامنی با شوهر خودکشی کرد، داغ شد. این هم در حالی که او از تشخیص بکارت گذشته بود. چند پیشتر در صحبت شاهد شدیم که عالی و نامزد بود، عروس نشده، به خانه شوهر نرفته. دکتر سند داد که باکره نیست، مثلا فاجعه شد. پدر و مادری دختر خودکشی کردن، خود دختر هم دست به خودکشی زد. همین گونه پیامدهای نامقبول دارد. مسئولین کمیته کار با دین، نهاد نظارت و تنظیم کننده مسائل مذهبی در تاجیکستان میگویند در این موضوع بی‌طرف نیستند. ما خاموش نیستیم. در آن دوره‌های آموزشی با امام خطیبان ما برپا میکنیم و اینچنین در آن خطبه‌های توصیوی بار دیگر که از جانب مرکز اسلامی تهیه کرده می شود. قید کرده می شود که وابسته به مسائلی که مبرمی که در جامعه امروز هست شما مردم را فهمونید. در جامعه سنتی و اکثرا مسلمانشین تاجیکستان با مسئله بکارت حساسیت شدید دارند. یک پژوهش معین کرده است که بیش از 90% ساکنان بکارت را مهم می‌دانند. اساساً جوان پسران و در بعض موارد مادران آنها طلب می‌کنند که کلین شوندهشان از تشخیص بکارت گذرد. هر یک آدم می‌خواد که یک کلینی به معنی نقص کنند، برای اینکه من روزی هم موزیمانم اول من به معقول نشد، لیکن بچه‌ها بسیار فریب می‌کنند. از کجا می‌دانند و در تولد کردگی خودشون دختر کرده شوهر کردگی. اویلا برپا کردی بعداً یعنی اویلا ویران شد، این درست نیست. یعنی در حیاتت یک بار اویلا دور میشه. مسئولین شورای علمای تاجیکستان از حادثه‌های زیاد تشخیص بکارت در کشور اظهار نگرانی کردند. این البته مسئله خصوصی است. این خاصه همون مرد و زن جوان است که آیا این چیز را تحمل کردن میتوانند، هضم کردن میتوانند. حتی در حدیث پیغمبر هم آمده است که اگر رفت و گناه یک نفر را بیپوشاند، ساتر کند، روز قیامت خداوند یک گناه بزرگی او را ساتر میکند. چون که خداوند ساتر کند، چقدر انسان گناه میکنه خداوند هم او را میپوشاند، ساتر میکند. اگر رفت تواند این قدرت داشته باشد، اگر جوان مرد باشد، گناه همون خواهر اگر باشد، امید است که خداوند او را گناهش میپوشاند، با در آینده برکت در خاندانی و در امر خدمت میباشد. پارلمان کشور در آخرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را حتمی کرد، اما با گفته متخصصان تشخیص بکارت اختیاری است، تشخیصی که گاه با فاجعه می انجامد. از این مسئله یک فاجعه بزرگ ساختن و نزد دکتر رفتن و تشخیص گذاشتن و در محور مسئله قرار دادن بکارت به نظر من یک مسئله غیر اخلاقی است و بیشتر به جامعه ما صدمه میرساند.